خدمت دوستان و همکاران محترم سلام عرض می‌کنم. این قسمت راجع به آموزش نحوه تزریق انسولین و انواع انسولین هست. این آموزشی که تو این قسمت خدمتتون عرض می‌کنم یه آموزش‌های اولیه هست. توضیحات اضافه بر اون رو در جلسات بعدی انشالله خدمتتون میگم. این آموزش مناسب هست برای همکاران پرستار و دانشجویان پزشکی و پرستاری که علاقه‌مند به نحوه تزریق انسولین هستن و میخوان اطلاعات بیشتری راجبش بدونن. در ابتدا باید خدمتتون عرض کنم که ما انواع انسولینی که داریم از نظر به دو دسته کلی میتونیم تقسیمش بکنیم. یه انسولین های هیومن هستن که به صورت ویال هستن و قدیمی ترن، قبلا تولید میشدن و هنوزم ادامه داره تولیدشون، و یک سری انسولین های آنالوگ هستن که به صورت پن تهیه شدن. من اول چون انسولین های آنالوگ بیشتر داره در بازار استفاده میشه و تجویز میشه و برای استفادهش برای بیمارا راحت تره، اول انسولین های آنالوگ رو خدمتتون میگم یا همون پنها را. پنها یا قلم انسولین در بازار ایران شامل انسولین های لانگ اکتینگ یا طولانی اثر، انسولین های اینترمدیت یا متوسط اثر و انسولین های رپید اکتینگ یا سریع اثر هستند. تمام انسولین ها بجز این انسولین توجئو که حالا بعد اسامی همه را خدمتتون میگم، تمامشون 300 واحد انسولین تو هر قلمی هست و هر سیسیش 100 واحد انسولین داره. 3 سیسی جمعاً 300 واحد در هر قلم هست. انسولین توجئو 1.5 سیسی توش هست و در هر سیسی 300 واحد هست، یعنی 3 برابر بقیه انسولین غلظتش هست و 1.5 سیسی که هست میشه 450 واحد داخل قلم توجئو انسولین داریم. تمام انسولین ها از نظر نحوه تزریق، محل که تزریق انجام میدیم و نحوه نگهداری مشابهه، تفاوتی با هم نداره. اول من انسولین های لانگ اکتینگ رو براتون بگم. انسولین های لانگ اکتینگ یه انسولین گلارژین داریم و یه انسولین دتمیر داریم. انسولین های گلارژینمون، اولین انسولین گلارژین انسولین لانتوس هست. انسولین مشابهش که تولید شده انسولین آبازاگلار مال شرکت الیلی آمریکا و مشابهش انسولین مثلا بازالین هست که تو ایران پر میشه. این انسولین قلماش دیوایساش تو ایران هست و فکر میکنم از چین وارد میشه. انسولین گلاین هست 0 تا 100ش تو ایرانه. گلارین هست که تو ترکیه پر میشه. اینا که خدمتتون گفتم انسولین های گلارژین 100 واحدیه و یه گلارژین 300 واحدی هم داریم که توجئوه. یه انسولین طولانی اثر دیگه هم که گفتم خدمتتون انسولین دتمیره که اسم تجاری لومیر هست. کلا انسولین های طولانی اثر یا لانگ اکتینگمون 24 ساعت به قول معروف طول اثرشون هست. 2 ساعت بعد اثرشون شروع میشه. توجئو مثبت 24 ساعته و لومیر معمولا طول اثرش از 24 ساعت کمتر هست و اکثرا به خصوص وقتی دوز انسولین بالا میره نیاز به تزریق 2 بار در روز پیدا میکنه بیمار. همونطور که میدونین انسولین های طولانی اثر مال پایین آوردن قندهای بیزال یا پایه هست. این انسولین ها 2 ساعت بعد اثر شروع میشه، همونطور که گفتم خدمتتون، و حدوداً 24 ساعت تو بدن میمونه. انسولین های طولانی اثر معمولاً پیک ندارن و پیک اگرم داشته باشن یه پیک خیلی کمی دارن. میریم سراغ انسولین های رپیدمون. انسولین های رپید، اولین انسولین رپیدی که میخوام خدمتتون بگم انسولین نوورپید. انسولین همون انسولین آسپارت هست که اسم تجاری نوورپیده. بعد مشابه انسولین نوورپید یعنی یه انسولین آسپارت هست که تو ایران پر میشه، انسولین رپیدسولینه. انسولین بعدی انسولین گلولیزین هست به اسم تجاری اپیدرا از شرکت سانوفی و انسولین بعدیمون انسولین هومولوگ هست از شرکت الیلی آمریکا. اینا انسولین های رپید هستن. انسولین های رپید از 1 رو 5 دقیقه تا 1 رو بعد نهایتش اثرشون شروع میشه.
نهایت 4 ساعت تو بدن میمونن و پیک اثرشون 2 ساعت بعده. اینا چون قندای پست پرندیال رو میخوایم بیارن پایین، حتما قبل از غذا باید تزریق بشن و اگه بیمار وعده غذایشو مصرف نمیکنه، انسولین رپید اون وعده رو نیاز نداره که تزریق بکنه. انسولین های اینترمدییتمون یه سری انسولین هایی هستن که پروتامینه میشن. مثلا انسولین هومولوگ که از همون دستش انسولین هایی که شرکت الیلی آمریکا تولید کرده، این انسولین ببینین انسولین لیسپرو پروتامین است. این انسولینش که تهش زرد رنگه به نسبت 75-25 پروتامینه شده. یه انسولین نوومیکس 7030 که این آسپارت به نسبت 7030 پروتامینه شده. یه انسولین دگلودگ هم داریم که جدیداً خیلی وقت نیست اومده تو بازار. این خود مولکول‌های انسولینن، یعنی حالت شیری رنگ ندارن، مثل بقیه انسولینا شفافن و خود مولکول‌های انسولین اولترالانگ دگلودگ و انسولین آسپارت هستن به نسبت 7030. این انسولین ها هم قبل از غذا برای بیمار تجویز میکنن و باید بیمار قبل از غذا تزریق بکنه. چون اینا هم ترکیب انسولین رپید توش هست، حتما باید بیمار بعدش غذا بخوره. نمیتونه انسولین رو بزنه و چیزی نخوره، باید قبل از وعده غذایی تزریق بشه. و اما نیدلایی که برای این انسولین ها نیاز هست به این شکل. این نیدل انتهاش یه برچسبی داره که روی این برچسب تاریخ انقضا، گیج و طول نیدل نوشته شده. هر چقدر عدد گیج بالاتر بره یعنی اینکه این نیدل نازکتره، هر چقدر که عدد طول بالاتر بره یعنی نیدل بلندتره. طول نیدل ها بین 3، 4، 5، 6 و 8 متفاوت هستن. گیجاشون هم که خب عددهای متفاوتی داره. طول نیدل برای ما خیلی مهمه به خاطر اینکه با بافت چربی باید متناسب باشه طول نیدل. یعنی اگه مثلا بیمارتون بچه است، اگه که مثلا میخواد به دست تزریق کنه، لاغره و به عضله تزریق میکنه، به بافتی تزریق میکنه که بافت چربی کمتری داره، اون باید نیدل مثلا 4 استفاده بکنه و هرچی بافت چربی زیر پوست بیشتر باشه، مثلا کسایی که میخوان به شکم تزریق کنن و یا شکمای بزرگی دارن، طول نیدل هم باید بره بالاتر و قاعدتا شکمای بزرگ اگه داشته باشن طول نیدل باید 8 انتخاب بشه. و اما انسولین های هیومن، انسولین های هیومن یا انسولین های انسانی، یه انسولین رگولار داریم که انسولین شفافیه، اون چیزی که ما تو بازار میبینیم در پوشهای زرد رنگ دارن. انسولین MPH که رگولار پروتامین است و در سبز رنگی داره و انسولین بایفازیک به نسبت 30-70 رگولار پروتامین شده درهای قهوه‌ای رنگ دارن. انسولین بایفازیک و انسولین MPH مثل انسولینای میکس پروتامینن و نیاز به قبل از تزریق نیاز به تکون دادن دارن، ولی انسولین رگولار کاملا شفافه. رگولار انسولین شورت اکتینگ یا کوتاه اثره، نیم ساعت بعد معمولا اثر شروع میشه. نیم ساعت قبل از شروع غذا بیمار باید تزریق بکنه. طول اثر 8 ساعت و پیک اثرش تا 4 ساعت هست. ولی انسولین MPH ساعت تزریقش مهمه، یعنی به بیمار میگیم که مثلا 8 صبح و 8 شب، اون بستگی به قند بیمار تجویز میشه و سر یه ساعتی به بیمار میگیم تزریق بکنه. انسولین بایفازیک که رگولار به نسبت 70-30 پروتامین شده هم قبل از غذا تزریق میشه. انسولینایی که 70-30 هستن و ترکیبیان میکسن، مثل انسولین بایفازیک یا انسولین هومولوگ 75-25 یا 50-50 یا انسولین رایزودک یا انسولین نوومیکس که نسبت 70-30، اینا معمولا برای تیپ 1 تجویز نمیشه، مناسب تیپ 2. خب اینا توی توضیحی بود وسطش گفتم که فراموش نکنین اشتباه نشه. بعد میریم سراغ سوزن‌ها یا نیدل‌هایی که سرنگ‌هایی که ما برای انسولینای ویالی استفاده میکنیم. سرنگ‌ها، سرنگ 100 واحدی که 1 cc، سرنگ 50 واحدی که نیم cc و سرنگ 30 واحدی هم هست که 0.3 cc.
سرنگای 100 واحدیمون به 10 تا تقسیم شده، یعنی 10 20 30 تا 100 واحد و بین هر 10 تا خطی 5 تا خط کوچیک هست، یعنی هر خط کوچیکش 2 واحد حساب میشه. سرنگ 50 واحدی 5 تا 5 تا تقسیم شده، یعنی 5 10 15 20 تا 50 و بین هر 5 خطی 5 خط کوچیکه، یعنی هر خط کوچیکش 1 واحد حساب میشه. سرنگ های 30 واحدی که الان اینجا ندارم خدمتتون که نشونتون بدم، اونا هم 5 تا 5 تا تقسیم شده، هر خط کوچیکش 1 واحده، ولی یه خطای نیم واحدی هم داره. برای مثلا بچه‌ها که حتی به 1 واحد ممکنه حساس باشن و مثلا پزشک بخواد نیم واحد براشون اضافه یا کم بکنه، مناسبه. بالای ما 1000 واحدیه، یعنی این ویالا هر کدوم 1000 واحد انسولین توش هست. کلا تمام این انسولینا را زمانی که میخرین میذارین تو طبقات یخچال، تو در یخچال، جایی که حرکت بکنه، مثل کشو، مثل همون در یخچال قرار نمیگیره که پیوندای انسولین ضعیفه و خراب میشه. یه جای ثابت تو طبقات وسط یخچال که دمای 2 تا 8 درجه میذارین و زمانی که اینا رو میخواین استفاده بکنین باید خارج از یخچال دمای زیر 30 درجه قرار بگیره. اکثر انسولینا تا حدود 1 ماه یا همون 30 روز تو دمای زیر 30 درجه افیکیسیش تغییری نمیکنه و قابل استفاده هست. انسولین دتمیر یا همون لومیر و انسولین توجئو بیشتر از 30 روز میمونن تو دمای زیر 30 درجه. انسولین لومیر تا 40 روز و انسولین توجئو هم تا 6 هفته ماندگاری داره. تا اینجا من انواع انسولینا و نحوه نگهداریشا خدمتتون گفتم. توضیحات بیشتر، یعنی نحوه تزریق، نحوه حمل و نقل و اینا رو تو انشالله پارت بعدی خدمتتون میگم. اگه علاقه من بودین میتونین تو پارت بعدی ادامه تزریق انسولینا ببینید.